سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح بخیر. همه چی داره میفته. عینک رو گوشی رو. آقا امروز ما ساعت 9 صبح بیدار شدیم، میخواییم بریم یه جایی که خیلی قشنگه. امیدوارم که تا ته این ویدیو رو کامل ببینید. از تهران به سمت ایوانکی حرکت میکنیم. بعد از ایوانکی به رستوران ضامن آهو میرسیم. چند متر پایینتر وارد جاده معدن نمک میشیم. حدوداً 20 کیلومتر که مسیر رو طی کنیم، یه مسیر خاکی، میرسیم به معدن نمکی که برای بازدید هستش. بعد اون مسیر پرپیچ و خم رسیدیم به غارهای نمکی گرمسار، جایی که میتونیم بیایم بازدید کنیم. معدن توکل هستش که فقط یه دونه غار تو این مجموعه غارها جهت بازدید برای عموم بازگشایی شده. ورودی هر نفری 50,000 تومان تو این تاریخ 23 آبان 1404. حالا این مجموعه نمکی و غارهای نمکی چی داره؟ این قسمت غارهای نمکیشه و سمت راستم دریاچه نمکی و داره، یه حوضچه نمکی. این هم از گردشگرایی که اومدن جهت بازدید. این قسمت هم صنایع دستیشونه که ببینید چه چیزایی برای فروش داره و یه توضیح کوچیکی هم از دوستم خواهش میکنیم که بهمون بده. خب خلوت شد، الان میرسیم خدمت جناب آقای مونسی که برام یه توضیحی در مورد این نمک‌ها و محصولاتی که برای فروش توی این مجموعه هست رو بهمون بدن. آقای مونسی لطف میکنید. نمک آبی حالا محدود، خیلی کم تو ایران هستش که متاسفانه خیلی صادر میشه سمت آلمان. نمک آبی به خاطر پتاسیمی که داره بحث درمانی داره تو دیابت، فشار خون و دوستانی که منع مصرف نمک دارن خیلی راحت میتونن از نمک آبی استفاده بکنن و هیچ مانعی نداره. یا دوستانی که عمل قلب باز انجام میدن خیلی راحت میتونن نمک آبی رو استفاده کنن و خیلی موقع دکتران بهشون توصیه میکنن که حتما از این نمک استفاده بکنن تو درمانشون و بهبودشون واقعا کمک میکنه. بعد در کنار نمک آبی نمک صورتی هستش و نمک قرمز که جفتشون یه خانواده هستن، فقط قرمز یه مقدار آهنش نسبت به صورتی بیشتر و به خاطر 84 نوع ماده معدنی رود، آهن، مس، منیزیم و یود طبیعی که داره طبعش رو گرم میکنه، مخصوصا واسه خانوما که معمولا طبع بدنشون سرده و بیشتر بیماری‌ها به خاطر سردی بدن هستش. این واسه شون عالی و معجزه است و میتونن جایگزین نمک تصفیه بکنن. درسته. بعدن قدمت این نمک‌ها هر کدومشون تقریبا چند میلیون سال میشه؟ میلیون سال است دیگه. میلیون سال است. 3/4 کره زمین زیر آب بوده. درسته؟ ولی جمع شدن پتاسیم داخل این نمک 2,500,000 سال زمان برده تا این به این شکل بشه. کاملا طبیعیه دیگه. دقیقاً کاملا طبیعیه. فقط دوستانی که دارن نمک آبی رو خریداری میکنن، چه از عطاریه چه از جای دیگه دارن خریداری میکنن، لطف بکنن حتما یه مقدارش رو داخل آب بریزن، امتحان کنن، آزمایش کنن، رنگ نده. اگر رنگ داد، چون خیلی از دوستان به خاطر قیمت گرون این نمک، قیمت بالایی که داره، با لاجورد رنگ میزنن. درست. و یه مقدار فیک میشه. اینو حواسشون باشه به نمک صورتی دست نمیبرن چون قیمتش پایین. خیلی ممنون از توضیحات کاملی که دادید. متشکرم. نه صنایع دستیشون. مسیری که الان داریم میریم حوضچه نمکی یا دریاچه نمکی کوچیکی هستش که توی این مجموعه میتونیم ببینیم. خیلی قشنگه، هم رنگش هم اون نمکایی که دورش تشکیل شده. بریم با هم دیگه از نزدیک هم ببینیم. اینم اون مسیرشه. ورودی حوضچه نمکی. خیلی خوش شده.
حوضچه نمکی گرمسار و خواص درمانی که داره: درمان دردهای عضلانی و مفصلی، ضد عفونی کننده طبیعی و بهبود گردش خون و آرامش اعصاب. توی این آب هم نباید بیشتر از 10 تا 15 دقیقه بمونیم، چون که باعث سرگیجه میشه و حتما با آب شیرین بشوریم پامونو. ارتفاع این غارا معمولا بین 20 تا 30 متر میشه. برای مقایسه کردن هم این لودری که اینجا هست و میتونید با دهنه غار مقایسه کنید و ببینید چقدر بزرگ. اینم از غار نمکی که بهتون گفتم. حالا میتونید ارتفاع دهنه رو اصلا با قد من اندازه بگیرید ببینید چقدر بلنده. داخلش چقدر قشنگه. اینجا فکر کنم حوضچه بوده، خوش شده. آره حوضچه بوده اینجا. سقف رو نگاه کن. چندین میلیون سال پیش ها. اون طرفش یه کمی آب هست. آره دیگه. خیلی بزرگه. راحت 20 متر میشه. اینجا بریم مثل باطلاقی میبینیم. فرو میریم یعنی؟ برو ببینیم. نه سفته. چه سکوتیه. ایسا بیا بندازم تو. نه بریم اون طرف ببینیم چی هست. اونجا هم آب داره. اینجا یکم نور کم میشه. ترسم فرو برم. نه فکر نکنم. یا نه صدای خوب میده. اوی فرو رفتم. وای واقعا دارم فرو میرم. تموم شد دیگه. اینم تهشه. هر کدوم از این قرار رو میشه گشت. حالا ما یه قسمتش رو رفتیم. ببینم شما رو. خوش گذشت بهت؟ دیده نمیشی. من الان دارم فرو میرم اینجا. بریم. وقتی که از غار میای بیرون انگار از یه دنیای دیگه‌ای به دنیای دیگه‌ای داری وارد میشی. نور رو نگاه کنید.